بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما از آن الله هستیم و ما به سوی او بازگشت داریم. إنا لله و إنا إلیه راجعون. این تعزیه هست برای هر یک شخصی گرفتاری بلای مصیبت. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره می فرماید: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین. ما شما را امتحان میکنیم با اندکی از ترس. به قلب شما ترس میدهیم. این مصیبت است، چون ترس که آمد دیگر از گلوی انسان نه طعام گذرد، نه به چشمش پول و مال و خانه و درش نماید. ما شما را به چیزی از ترس امتحان میکنیم. والجوع، با گرسنگی شما را امتحان میکنیم. روزهای می آید انسان درد گرسنگی می چشد. و شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال، مال شما را کم میکنیم. با بینوایی، با کمبغلی، با بیپولی و بیمالی امتحان میکنیم. والانفس، و با درد و با تلف اعضا یا گرفتن نزدیکانتان با موت و مصیبت شما را امتحان میکنیم. و ثمرات، و با کم شدن حاصل میوه ها. آفت میفرستاند، میوه حاصل نمیدهد. الله تعالی مسلمان را امتحان میکند که آیا به تقدیر نیکی و بدی ایمان دارد یا ندارد. بعد از آن الله سبحانه و تعالی و پیغمبر خود سپارش داد: و بشر الصابرین. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خوش خبر ده آنهایی که به مصیبت ها صبر میکنند. ای وارثان پیغمبر، خوش خبر ده. و بشر الصابرین امر است، فرمان است از جانب الله تعالی که خوش خبر ده شخصی که گرفتاری بلا هست، گرفتاری مصیبت است. آن را باید خوش خبر دهیم، خبری خوش دهیم. الله سبحانه و تعالی در دوامش میگوید که الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی که به سرشان مصیبت آمد، با برابر دیدن حالت مصیبت یا شنیدن خبر آن میگویند که انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن الله هستیم و ما به سوی الله تعالی بازگشت داریم. انا لله و انا الیه راجعون میگویند. مکافات ایشان چیست؟
الله تعالی میگه که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، برای این گونه صبر کننده ها بر مصیبت، برای اینها درود و رحمت و مغفرت الله سبحانه و تعالی باد. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، مهربانی از جانب الله تعالی به چنین شخصان. و اولئک هم المهتدون، و اینش ثنا هست از جانب الله تعالی. اولئک هم المهتدون، اینا شخصیت هایی هستند که هدایت یافتند. وقتی که بر سری بنده کدام نوعی بلا، کدام نوعی مصیبت که آمد، اولین سخنی که از زبانش تلفظ می شود الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. حضرت سعید بن جبیر شاگرد عبدالله بن عباس رضی الله عنهما تابعین رحمت الله علیه میگویند که لم تعت هذه الكلمه نبیا قبل نبینا، یگان پیغمبر پیش از پیغمبر ما این کلمه ها را داده نشد، یعنی انا لله و انا الیه راجعون را. ولو عرفها یعقوب لما قال یا اسفا علی یوسف، اگر حضرت یعقوب علیه السلام این کلمه را میدانستن هرگز یا اسفا علی یوسف نمیگفتن. یا اسفا علی یوسف یعنی چی؟ ای افسوس به یوسف، افسوس به یوسف. حتی بعضی مفسران که ای غمگینی من به یوسف، وقتی که خبری نابود شدن دویومین پسرشان و سیومین پسرشان را شنیدن، یا اسفه علی یوسف، مصیبت اوله را به خاطر آوردن، مصیبت وزنین تر را. ای غمگینی من به یوسف، ای وای بر من برگم کردنم به یوسف. شما به این کلمه یعقوب نگاه کنید و به دعای مصیبت در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر کنید. انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن الله هستیم، ما از الله هستیم. معناش چی است؟ این خودش تعزیه هست، خودش تسلی و دیربرداری هست. وقتی که بنده این کلمه رو تلفظ میکند در وقت مصیبت، معنایش رو حس کند، ما از الله هستیم. روزی که به دنیا آمد آن روز رو به خاطر آورد. به چی چیزی به دنیا آمد؟ وقتی که به دنیا تولد شد، یگان مال داشت، یگان چیز داشت، حتی در برس یک عادی ترین لباس نداشت، هیچ چیزی نداشت. و انا الیه راجعون، اما بس الله تعالی برمیگردیم. روزی میرسد که از این دنیا به نزد الله سبحانه و تعالی باز میگردیم، اون روز هم با بیچیز و چاره برمیگردیم. این دو روز را به خاطر بیارد، روز آمدنش به دنیا و روز بازگشتش به سوی الله تعالی. این در این مابین الله تعالی چیز داد گرفت، همه ملک از آن الله تعالی هست. ما یه بنده از بنده های الله تعالی هستیم، ما چیز نداریم غیر این که ما یه بنده الله تعالی، بنده عاجز و ناتوان هستیم. در صحیح بخاری و مسلم از حدیث اسامه بن زید رضی الله عنهما آمده است که وقتی که دختر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر فرستاند که پسرش وفات کرده ایستاده است، یعنی نبیره پیامبر صلی الله علیه وسلم، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چی گفتند وقتی که این خبری مصیبت را شنیدند؟ ان لله ما اخذ و له ما اعطى. هر چیزی که الله تعالی گرفت از آن خود را گرفت. پس برای چه غمگین شویم؟ چیزی ما نبود، مال ما نبود، الله تعالی داده بود گرفت، از آن خود را گرفت. وله ما اعطى، هر چیزی که الله تعالی به ما داد او از آن الله است. این است معنای اعتراف به ملک الله تعالی. مالک حقیقی الله است جل جلاله و تقدست اسماؤه.
و کل شیء عنده باجل مسمى. هر چیز در نزد الله تعالی با اجل معین است. هر چیز اجل دارد، وقت و ساعتی فنا شوی و نابود شوی دارد. وقت و ساعتش در نزد الله تعالی معین و معلوم است. وقتش که فرا رسید، اجلش که آمد، می رود. الله تعالی این چیزها را به ما موقتی داده است. هر چیزی که داد، پول است، مال است، سلامتی است، فرزند است، همسر است، مال است، آبرو است، وظیفه است، این چیزهای الله به ما داد و کی خواهد میگیرد. فمرها، رفته دختری مرا امر کنید، فلتصبر ولتحتسب، صبر کند و از الله تعالی اجر و ثواب را امیدوار شود به این مصیبتش. یعنی وقتی که به سری بنده مصیبت می آید، بنده باید صبر کند. صبر معنایش این است که خودداری کند. خودداری از رفتاری زشتی که الله را به غضب می آورد و از گفتاری بد. زبانش غیر سخنی که الله تعالی را راضی می کند دیگر کلمه را به زبان نآورد، تلفظ نکند و اعضاهایش هم یگان عملی را اجرا نکند که غضب الله تعالی را می آورده باشد. این صبر است. خودداری کند و تحتسب، اجر و ثواب امید کند. و در صحیح مسلم از حدیث ام سلمه رضی الله عنها، اینا همه در شرح این کلمه تعزیه است. اگر مؤمن، مسلمان، برادران عزیز، هر یکی شما در این دنیا درد و بلاها و مصیبتها و فلاکتها و آفتها را چشیده اید، اگر شما این معناها را فهمید، این یک نوع دوا هست، یک نوع تسلی و دلبرداری برای شما هست. این حدیث ام سلمه را خوب با دقت گوش اندازید. حضرت ام سلمه میگوید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من شنیدم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را میگفتند: ما من مسلم تصیبه مصیبت فیقول ما امره الله. کدام مسلمانی که بر سرش مصیبت آید، بلا آید، کدام نوعی بلا نباشد، حالی میبیاد بلا چی است بیان میکنیم. بر سر مسلمان اگر بلا آید، مصیبت آید، ناخوشی آید و هر چیزی که الله به ما امر کردن است گفتنش را، آن را اگر گوید، یعنی انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها گوید، ما از آن الله هستیم و ما به سوی الله بر میگردیم، باز میگردیم. پروردگارا ای الله، در این مصیبتم برای من ثواب عظیم ده و بر عوض این چیزی که گرفتی عوض نیکتر ده، بهتر چیزی ده. پروردگار چیزی که از من گرفتی، به جایش، به عوضش از این بهتر را عوض گردان. این رو من از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده بودم. میگم و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کدام مسلمان اگر همین دعا را گوید، الا اجره الله تعالی، مگرم الله تعالی اجر میدهد برای این مصیبتش و اخلف الله له خیرا منه، از این چیزی که از دست داد، از این دیده الله تعالی چیزی بهتر، عوضی بهتر میدهد. این وعده پیغمبر است صلی الله علیه و سلم. حدیث در صحیح مسلم است، یعنی صحیح است. یعنی شما اگر بعد مصیبت در حال انا همین کلمه را گوید، هم اجر عظیم میگیرید و هم الله تعالی به آن چیزی که از شما گرفت از این بهترش را عوض میدهد. در این حالت شما ضرر نمیبینید، ثواب عظیم میگیرید و آن چیزی که الله تعالی گرفت چیزی از آن بهترش را میدهد. تلفن کهنتان را گرفت، تلفنی نوی قیمت تر میدهد. ماشینی کهنتان را گرفت، ماشینی نوتری قیمت تر میدهد. چی جای غمگینیش است؟
لیکن حضرت ام سلمه این حدیث را شنیده بود از پیامبر صلی الله علیه و سلم، لیکن گفت که فلما مات ابو سلمه، وقتی که شوهرم ابو سلمه مرد. ابو سلمه یعنی پدری سلمه، ام سلمه مادری سلمه، یعنی به نام فرزندانشان کنیه گرفته بودن. وقتی که ابو سلمه مرد، ابو سلمه شوهرش یک شخصیتی که یک عمر بلندی و پستی حیات را یک جای دیده می آمد، دوستش بود، شوهرش بود، پدری فرزندش بود، واقعا این براش مصیبت بود. میگوید فلما مات ابو سلمه قلت ای المسلمین خیر من ابی سلمه، کدام مسلمان ها از ابو سلمه بهتر است؟ چون که در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کسی که اگر این دعا را گوید الله تعالی بر عوض مصیبتش از وی بهتر را میدهد. و من باشم گفتم که ای المسلمین خیر من ابی سلمه، کدام مسلمان ها از ابو سلمه بهتر است؟ اول بیت هاجر الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، اولین عائله که در راه الله تعالی به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کرده است، این عائله ابو سلمه است. اول به حبشه، سپس به مدینه منوره. لیکن حضرت ام سلمه میگوید که ثم انی قلتها، لیکن من این دعا را گفتم. اول یک مراتبه به ذهنم این سوال آمد، لیکن این دعا را الله امر کرده است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کردند و وعده نیک دادند. ثم انی قلتها، سپس من این دعا را گفتم. فاخلف الله لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، دیری نگذشته الله سبحانه و تعالی برای من جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را خلف داد، عوض داد. بعد اینکه عدش برآمد، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ارسل الی رسول الله صلی الله علیه و سلم حاطب ابن ابی بلتعه یخطبنی، و نزد من حاطب ابن ابی بلتعه را فرستادند تا اینکه مرا خواستگاری کند. نماینده از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد تا اینکه ام سلمه را به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستگاری نماید. و ببینید الله تعالی بر عوض ابو سلمه رسول الله صلی الله علیه و سلم را نصیبش گردانید و همسری پیغمبر صلی الله علیه و سلم گشت. و الله تعالی در سوره احزاب میگوید و ازواجه امهاتهم، همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنان است. در این دنیا و در آخرت در جنت الفردوس همراهی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به عوضی این کلمه ای که گفت در ابتدا در نظرش مصیبت بود، ولی بالاخره همسری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، همسری رسول الله، ببینید نسبش به آسمان میچسبد، همسری رسول الله، همسری پیغمبری الله، چه شرف است. من كل شيء اذا ضيعته عوض وليس من الله ان ضيعته عوض، هر چیزی که گم کردی عوض دارد، لیکن اگر الله تعالی را گم کنی عوض ندارد. چیزی نمیتواند جای الله تعالی را گیرد. و در یک حدیث که ابن ماجه رحمت الله علیه در سننشان و اینچنین دیگر محدث ها مانند طبرانی در الاوسط و بزار و علما محدث ها در کتاباشون آوردن، سندش مقاله دارد ولی معناش درست است. در این حدیث آمده است که من اصیب بمصیبت فذکر مصیبته، کسی که به یک مصیبت گرفتار شود، به سرش یک بلا یا درد آمد، بعد چند سال، 1 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال گذشتن، با آن مصیبتش به خاطر آورد، چون که درد آن مصیبت گاه باقی میماند، گاه به خاطرش که آورد یک چیزی رو میبیند و مصیبتش به خاطرش میآید. فاحدث استرجاع،
بعد اینکه مصیبتی کهنه به خاطر آمد بازگشته استرجاعی نو گفت، یعنی انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها. دعای مصیبت را گفت. و این تقادم عهدها، اگرچه که عهدش به مصیبتش قدیم است، یعنی خیلی گذشته است به مصیبتش، کتب الله له من الاجر مثله یوم اصیب، عیناً ثوابی که روز مصیبت گرفته بود الله تعالی همون ثواب را وقتی که این دعا را که گفت باز میدهد. واقعا این به صفت کرم الله سبحانه و تعالی مناسب است. و از ابو امامه رضی الله عنه آمده است که میگویند که پای افضال بندی پای افضال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کنده شد. فاسترجع انا لله و انا الیه راجعون گفتن. بعد صحابه گفتن که مصیبتون یا رسول الله، مگر همین هم مصیبت است یا رسول الله؟ گفتن که ما اصاب المؤمن مما یکره فهی مصیبتون، هر چیزی که حاصل میشه صادر میشه یک حادثه میشد که مسلمان او را بعد میبیند و مصیبت است. طبیعتی مسلمان که خیره شد این مصیبت است. امام قرطبی در تفسیر یک حدیثی را آوردن که چراغ میمارد، چراغ که خاموش شد البته طبیعتی آدم خیره میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم انا لله و انا الیه راجعون گفتن. بعد پرسیده شدن که این مصیبت است، گفتن که بله، هر چیزی که طبیعتی بنده را خیره میکند این مصیبت است گفتن. بنابراین در هر یک ناخوشی میتوانید این کلمه را گوید و به اجر عظیم و به عوض نیک مشرف گردید. الله سبحانه و تعالی یکی از حکمت های بلا مصیبت برای چی میفرستاند بیان کرده در ابتدای سوره عنکبوت، در سوره به نام تارتانک، در آیت اول و دوم و سوم میگوید که الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم. آیا مردم گمان میکنند که بعد اینکه اسلام آوردن ایمان آوردن همین گونه به امتحان به آزمایش به فرستانیدن بلای مصیبت ها به حال خود گذاشته میشن؟ مسلمان فکر میکند که به بلا زندگی میکند. مگر همین خیلی فکر میکنید؟ این فکر شما غلط است. ولقد فتنا الذین من قبلهم، ما آنهایی که از شما پیش گذشتن در این دنیا زندگی کردن آنها را به فتنه ها گرفتار کردیم، به مصیبت های و بلاها گرفتار کردیم، یعنی امتحان کردیم. برای چی؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا اینکه الله تعالی راستگوی ها را و دروغگوی ها را از بین شما جدا کند. الله تعالی میداند، ولی برای خود ما و برای اطرافیانمان کی بودن ما را معلوم گرداند. بعد مصیبت انسان ایمانش از بی ایمانیش یا از ضعیفی ایمانش معلوم میگردد. و حضرت مولانای روم هم در مثنوی خود از همین آیت استنباط کرده میگویند که آن خدا را میرسد کو امتحان، پیش آرد هر دمی با بندگان، تا به ما را نماید آشکار، که چی داریم از عقیده در سرار. از جانب الله تعالی هر دم مصیبت بلا امتحان ها آمده می استد تا به ما را نماید آشکار، ما فهمیم که ما چقدر ایمان باوری به الله تعالی داریم. تا به ما را نماید آشکار، که چی داریم از عقیده در سرار. چقدر ما عقیده داریم. وقتی که انسان به سرش مصیبت آید و روی کنی و موی کنی کند،
داد و فیغان کند، یا از این بدتر دست به خودکشی و خودسوزی زند. این دلالت میکند که این بنده در ایمانش خلل است، در باوریش به الله تعالی و به وعده های الله تعالی کمبودی هست. اگر او ایمان کامل، عقیده مستحکم می داشت، در مصیبت ها مانند کوه استوار می ایستاد. و در سوره بلد الله سبحانه و تعالی با یک اسلوب عجیب یک حقیقتی را برای ما بندگان خبر داده است. ما این را میفهمیم ولی گاه اهمیت نمیدیم. ببینید الله سبحانه و تعالی راستگوی ترین ذات است. در سوره نیسا در 2 آیتش و من اصدق من الله حدیثا و من اصدق من الله قیلا، کیست راستگوی تر از الله تعالی؟ مگر شخص از الله تعالی دیده راستگوی تر است؟ گفته استفهام انکار میکنه، سوال میدهد و در ضمن سوالش انکار میکند که نیست. از همه راستگوی ترین ذات این الله تعالی هست. لیکن با وجود همین گاه ها پیش از آن که یک سخنی را به ما گوید سوگند یاد میکند، قسم میخورد. برای چی؟ برای آنکه این سخن سخنی مهم است. برای تأکید این سخن الله تعالی سوگند یاد میکنه. در این آیت پیش از آن که این سخن مهم را به ما گوید 3 مراتب سوگند یاد کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد، سوگند به این شهر، قسم میخورم به این شهر یعنی مکه. و هذا البلد الامین، در سوره تین هم قسم یاد کرده بود. الله تعالی حق دارد به چیزی از مخلوقاتش سوگند یاد کنه، لیکن ما حق نداریم به غیر الله تعالی به کسی دیگر، به چیزی دیگر قسم یاد کنیم. باید قسم ما در حالتهای ضرورت فقط به نام الله و به صفتهای الله سبحانه و تعالی باشد. لا اقسم بهذا البلد، قسم به این شهر یعنی مکه. و انت حل بهذا البلد، و قسم به آن که تو در این شهر زندگانی کردی. اکثر عمر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در شهر مکه بود. و انت حل بهذا البلد، و تو در این شهر زندگی کردی. 53 سال عمر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از 63 سال عمرشان در مکه گذشت. در آنجا تولد شدند تا روزی که به خاطر الله، به خاطر تبلیغ شریعت، رسانیدن شریعت، به خاطر ادای امانت مجبور شدند ترک شهر کردند و به مدینه منوره را هجرت کردند. و بعضی مفسران میگن که و انت حل بهذا البلد معنایش و این شهر را ما به تو حلال گردانیدیم 1 ساعت در 1 روز. این شهر یعنی شهر مکه از روزی که الله سبحانه و تعالی زمین و آسمان را آفرید شهر حرام است. شهری که بسیار کارهایی که در دیگر شهرها حلال است در مکه حرام است. این شهر برای همه حرام است. خون ریزانیدن، درختش را کندن، شکار کردن صید و دیگر و دیگر. لیکن برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم 1 ساعت روزی فتح مکه حلال گردانید. یعنی شهر مکه که حرام است به پیغمبر صلی الله علیه و سلم 1 ساعت حلال گردانید. بعد از آن با حرمتش تا روز قیامت باقی ماند. یعنی به این سوگند یاد کرد. سوگند سیومینش و والدی و ما ولد، قسم به آدم، قسم به پدر و قسم به آنی که از او تولد شد. مفسران میگن که حضرت آدم و فرزندان صالحش مانند پیغمبرها، علما، اولیاء الله، صالحین، برای آنکه عجایب ترین خلق در این دنیا این آدمیزاد است. از بین آنها یک بنده های بودن در این دنیا، یک عمل های را کردن که تعجب همه را آورد. یک عمل های را کردن، یک سخن های را گفتند، یک استنباط های کردند
بنابراین عجایب ترین خلق الله تعالی انسانیت هست. بنابراین الله تعالی با آنها سوگند یاد کرد. بعد از آن گفت که لقد خلقنا الانسان فی کبد. 3 مراتبه سوگند یاد کرد. بعد از آن سخنش را گفت که ما انسانها را به مشقت آفریدیم. یعنی این حیات سر تا پا تا آخر حیات پر از مشقت است. همه جستجوی بی مشقتی را دارند. همه میخواهد که پول و مال داشته باشد، خانه و در داشته باشد، فرزند داشته باشد، تعبیدیل، همه پول و مال و هر چیزی که خواست داشته باشد و آرام به مصیبت در این زندگی کند. لیکن ببینید این آیت قرآن کریم است، این واقعیت است، یگان سخن دروغ یا سخن غیب نیست، واقعا حقیقت است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسانیت را به مشقت آفریدیم. وقتی که به دنیا می آید در اولین لحظه های تولدش شیطان به میانش ضربه میزند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند گریه میکند کودک. غیری حضرت عیسی و مادرش که مادر کلان حضرت عیسی پناه طلب کردند که این فرزند مرا و فرزند او را از ضربه شیطان نگاه دار گفته بودند، اما دیگر همه از این ضربه نصیبه دار است. بنابراین وقتی که کودک به دنیا می آید یکمین گریهش به سبب آن ضربه شیطان است. بعد از آن بریدن نافش می برند، 1 مرتبه داد و فغان می زند. بعد از آن دردها شروع می شود، مشقتی مکیدن شیر، بعد کمتری برآوردن دندان، مشقتی برآمدن از شیر برآوردن هم یک مشقت است، درد سر و دیگر دردها و درد ختنه به پسرها، درد سوراخ کردن گوش به دخترها، همین گونه مشقت ها بعد کمتری شروع می شود، گهواره بندی و یک مانند حبس در گهواره خواب می کند. بعد از آن سیاست معلم و هیبت استاد و درس و مشقت تعلیم و بعد اینکه به وای رسید مشقت خانه‌دار شوی و مشقت فرزنددار شوی و غم و غصه دنیای و مهنت و خانه ساختن و با این مصیبت ها کمی میگذرد که الکی سن و سالش به 40 و 50 رسیدش درد پای و درد زانوی و درد سر و خیرگی چشم و کمشنوی گوش و شروع می شود هر روز درد نو. و حتی از این دنیا با عرق جبین، خیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که مؤمن با عرق جبین از دنیا وفات میکند و این را همه خوب داند که دنیا جای مشقت است. بله ما بعضی دواها را در همین صحبت و در صحبت آینده انشاءالله بیان میکنیم. خب مادامی که دنیا پر از مشقت و بلا هست چیکار کنیم؟ مگر راهی نجات هست؟ مگر راهی اقلا سبک کردن هست؟ بله هست، انشاءالله بیان میکنیم. ولی ما باید این چیزها رو خوب دانیم. و نفس لا تزکو الا بالتمحیص. نفس انسانی پاک نمیشد مگر هم با آزمایش، با آمدن بلا، مصیبت، درد. وقتی که میبود نفس تازه میشد. والبلاء تظهر الرجال. بلاها مردها را از نامردها جدا میکند. دیندار حقیقی را از دیندار و مؤمنی نوگی زبانی جدا میکند. علامه ابوالفرج ابن الجوزی رحمت الله علیه در کتاب صید الخاطر خود میگویند که من اراد ان تدوم له السلامه والعافیه من غیر بلاء فما عرف التکلیف ولا ادرک التسلیم. کدام شخصی که خواهد که ان تدوم له السلامه، سلامتی برای او دائمی باشد، والعافیت، عافیت، تنجی، امانی، سلامتی، من غیر بلا، و بلا نبیاید به سرش. کسی اگر همین خواهد فما ادرک التکلیف، این آدم شریعت نفهمیده است، مقصدی شریعت نفهمیده است. شریعت عبارت از امر برو به جهاد در راه الله تعالی، او وزنین است. امر، تکالیف، فرمانهای الله تعالی، زکات برار، وزنین است.
نهی نکن چیزی که طبیعتش میخواهد نفسش به یک گناه دست زند، الله تعالی من میکنه نکن میگه. وقتی که به سرش بلا و مصیبت آمد صبر کن میگه. اینا تکالیف است. این آدم تکالیف نفهمیده، شریعت نفهمیده است، ولا ادرکت تسلیم، حقیقت دین مقدس اسلام را درک نکرده است، نفهمیده است. اگر کسی که همین خیلی آرزو کند در محبت هر کی او دعوا کند، 100,000 امتحان برپا کند، بر سری بنده مصیبت های زیاد می آید. گیرید یک دفتری را، مصیبت های خود را یک نام نویش کنید، بلاهایی که تا امروز پسی سر کردید یک نام نویش کنید. اینا همش برای امتحان است که ایمان شما مگر ایمان حقیقی هست یا ایمان دروغین. لیکن یک چیز را خوب دانید که و محنت المؤمن خفیفة منقطعة، بلای مؤمن، عذاب مؤمن، مشقت مؤمن سبوک است نسبت به مشقت و عذاب و مصیبت کافر. و منقطعتون کنده شوی دارد، یعنی یک وقتی معین دارد میبیاد میرد. و محنت الکافری شدیدت متصلت، اما بلای کافر بردوام است و وزنین تر است. بنابراین همیشه در حالت مستی میبینید آنها را از سحری مواد مدهوش کننده می نوشند یا مواد مخدر می خورند تا اینکه درد و الم و بلای و مصیبت دنیا را نچشند. شما فکر نکنید که این بلا فقط در بالای ما هست. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء خبر میدهد این تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. اگر شما الم داشته باشید، اگر شما درد داشته باشید ای مسلمان، اگر شما بلای مصیبت داشته باشید، فانهم یعلمون کما تعلمون، اونها هم علم دارند، درد دارند چه خیلی که شما دارید. لیکن فرقیت در چیست؟ و ترجون من الله ما لا یرجون، شما از الله تعالی هیچ امید دارید، آنها چیزی امید ندارند. شما امید ثواب دارید، امید عوض نیک هم در این دنیا هم در آخرت دارید و هم امید دارید که این دنیا که تمام شد عذاب شما انشاءالله به خاتمه میرسد، اما عذاب آنها شروع می شود به آخر به کنده شوی. نسأل الله السلامت و العافیه. و در سوره آل عمران الله تعالی بعد جنگ احد، بعد اینکه مسلمان ها شکست خوردند، 70 نفر را شهید سپاریدند، الله تعالی گفت که ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ضعیف نشوید، سستی نکنید، ناامید نشوید، غمگین مشوید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما عالی هستید، شما از همه برتر هستید، شما بهترین مخلوق هستید مادامی که شما مسلمان هستید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بر سرتان مصیبت می آید، قرض می آید، بلا می آید، در بالاتان غیر مسلمان حکم فرما است، در زیر یک کافر کار میکنید، غمگین هستید، مشکلی دارید، مصیبت دارید، غمگین نشوید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما عالی ترین مخلوق هستید، شما برترین مخلوق هستید مادامی که مسلمان هستید. مادامی که مسلمان هستید هرگز غمگین مشوید. یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. امروز اگر برای شما زخم رسیده باشد، جراحت رسیده باشد، امروز مغلوب شده باشد ظاهرا در جنگ، همین مصیبت دیروز سال گذشته به کافرها هم آمده بود. در جنگ بدر آنها مغلوب شدند. یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. امروز به آنها آمد، امروز مصیبت به شما آمد، سال گذشته به آنها آمده بود. و تلک الایام نداولها بین الناس، ما همین خیلی روزها را به نوبت بین آدم ها میدهیم. یک روز مصیبت بر سر شما میآید، یک روز بر سر دیگر کس. ولی یعلم الله الذین آمنوا، تا اینکه الله تعالی آنهایی که ایمان آوردند ایمان آنها را آشکارا کند. و یتخذ منکم شهدا، اگر مسلمان ها همیشه غالب شدن گیرند، هیچگاه مغلوب نشوند،
شهیدها از کجا به دست می آید؟ تا اینکه الله تعالی از بین شما بعضی انسانها را شهید گیرد، برای مکافات بهترین را دهد. والله لا يحب الظالمین، الله تعالی ظالم ها را دوست نمی دارد. و در آخرش گفت که ولیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، الله تعالی بر سر مسلمان ها عذاب و مصیبت و مشکلی ناامیدی را می دهد گاها، تا اینکه آزمایش کند، امتحان کند آنهایی که ایمان آوردن و کافران را نیست و نابود کند. یعنی این حکمت های زیاد دارد. و در صحیح مسلم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الدنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن است و جنت الکافری، و بهشت کافر است. گفتند دنیا حبس مؤمن است، زندان مؤمن است و جنت کافر است. حدیث در صحیح مسلم است، شک و شبهه نیست، غباری ندارد. وقتی که حافظ ابن حجر رحمت الله علیه قاضی های مصر بودند، قاضی القضات میگن، یعنی قاضی کلانی کشور مصر بودند. وقتی که کاروان قاضی از نزد بازار که میگذشت، یک یهودی که در بازار روغن کش بود، روغن میفروخت، در جواز کار میکرد، روغن کشی میکرد، پیش راهی موکب حضرت حافظ را گرفت. یعنی حضرت عموما قاضی ها، یعنی حافظ ها داشتن، خدمتگار ها داشتن، چندین اسب ها و عرابه های زیبایی و اسب هایی که در بالاش قالین های زیبا گذاشته شده است، خوشرو با یک سهولت میگذشت. که همین یهودی پیش راهی حضرت حافظ را گرفت و گفت یک سوال دارم. میشود گفت این اعتراض به شریعت، یک حدیث پیغمبر است صلی الله علیه وسلم که به حقیقت و به واقعیت درست نمی آید. پیغمبر شما میگوید که یهودا از شریعت ما گاها با خبر میشن، میخوانن. پیغمبر شما میگوید که دنیا برای مؤمن زندان است و برای کافر جنت. این چیزی که ما الان میبینیم این خلاف گفته پیغمبر است. ببین تو یک قاضی، این سرولباسی تو را ببین و این مرکبی تو را ببین و اسبهای تو را ببین و لباسهای تو را ببین و این لباسهای بوی آلود و روغن آلود بویگین مرا ببین. بعد حضرت حافظ یک جواب بسیار عجیب دادن که این جواب را عبدالرؤوف مناوی در کتاب فیض القدیر خود می آورد. حضرت میگویند که وقتی که شخص مومن به جنت می درآید، می داند که این دنیا برایش زندان بوده است. وقتی که زندان، واقعا این دنیا زندان است. وقتی که ناز و نعمتهای جنت را می بیند، بعد درک می کند که او در دنیا در زندان بوده است. و وقتی که شخص کافر به دوزخ پرتافته می شود، می گوید که دنیا براش بهشت بودگی اش را بعد حس می کند. دنیا واقعا نسبتاً به دوزخ بهشت است. و این حدیث واقعا یعنی که صحیح است که دنیا برای مؤمن زندان است و این بدی ها، این چیزهایی که انسان بد می‌بیند، طبیع را خیره می‌کند. و المکروه قد یأتی بالمحبوب، این چیزی که در نظر شما بلا هست، در نظر شما مصیبت هست، گاها نیکی را می‌آورد. و المرغوب قد یأتی بالمکروه، چیزی که شما می‌خواهید، آن را جستجو دارد، گاها او مصیبت و بلا را می‌آورد. بنابراین هیچگاه در امنیت نباشد که ضرر از جانب خرسندی شما آید.
ضرر از جانب آن چیزی که شما تمنا دارید و جستجوش دارید از همون طرف ضرر و بلا بیاید و این چنین ناامید نشوید که از طرفی بلا و مصیبت به شما نیکی آید. از جانبی بلا، در پشتی بلا برای شما نعمت است. الله سبحانه و تعالی میگوید که و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. شاید شما چیزی رو بد میبینید بر فایده شما است. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم. و یک چیزی رو شما دوست می‌دارید لیکن بر ضرری شما هست. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله تعالی میداند شما نمیدانید. بنابراین برادران عزیز، وقتی که به سرتان بلا مصیبت می آید شما باید گمان نیک به الله تعالی کنید. غمگین نشوید. در پشت این مصیبت و بلا یا به سبب این بلا و مصیبت الله تعالی به شما نیکی را میخواهد و این طبیعت دنیا هست. چه خیلی که انسان هوای و گرمی یا خنکی را دفع کرده نمیتونه، این از دست شما نیست. آمدن بلا و مصیبت و خرسندی و بدی ها این از دست شما نیست. ولا تزال کروب الدنیا بالانسان حتی تنزع روحه. همیشه مشقت های دنیا بر سر مومن آمده میگیرد تا مادامی که جانش از تنش بیرون برآید. در صحیح بخاری آمده است که حضرت انس رضی الله عنه خادم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حادثه و مصیبت بزرگی را برای ما نقل کردند. گفتند که لما ثقل النبی صلی الله علیه و سلم جعل یتغشاه. وقتی که بیماری پیغمبر صلی الله علیه و سلم وزنین شد، موت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بیهوش میکرد، شروع کرد به بیهوش کردن. یعنی هوش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرفت و به هوش می آمدن. از شدت اون وزنینی بیماری بیهوش می شدند، به هوش می آمدن، مشقت می کشیدن، عذاب می کشیدن. وقتی که این حالت را حضرت فاطمه دختری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دید، گفت که وا کرب ابا، وا کرب ابا، وای مشقت می کشد پدری من، پدری من درد میکشد. گفته صدا برآوردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لیس علی ابیک کرب بعد اليوم. برای پدرت بعد امروز دیگر مشقت نیست. این خاص برای پیامبر صلی الله علیه و سلم است. بعد امروز برای پدرت دیگر مشقت نیست. یعنی از مشقت های دنیا با وجود پاکترین خلق بودنشان، پرهیزگارترین و بتقواترین مردی روی دنیا بودنشان، محبوبترین خلق الله تعالی بودنشان، از مشقت های دنیا در امنیت نبودن. یعنی مشقت میکشیدن، بلکه از همه وزنین ترین بلاها و مشقت ها و مصیبت ها را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چشیدن. بعد امروز به پدرت دیگر مشقت نیست. فلما مات، وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند، حضرت فاطمه گفتند که یا ابتا اجاب ربا دعاه. ای پدر جانم اجابت دعوت پروردگارش کرد. الله تعالی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را به نزدش دعوت کرد، بیا گفت. وفات کردند. اجاب ربا دعاه، اجابت دعوت پروردگارش کرد. یا ابتاه من جنت الفردوس مأواه. ای پدر جانم شخصیتی که جنت الفردوس مکانش است. یعنی وصفهای درست است. یا ابتاه الى جبریل ننعاه. ای پدر جانم خبر موت شما را به جبریل میرسانیم. جبریل که 23 سال هم نفسی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. هر روز به پیغمبر صلی الله علیه و سلم از آسمان خبری الله تعالی را می آورد
با پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماه مبارک رمضان درس قرآن میگذشت. 23 سال هر روز ملاقات با جبریل داشتن جناب رسول الله. جبریل با بهترین خلق الله تعالی دیدار داشت. الی جبریل ننعه، خبری موت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را به جبریل میرسانیم. یعنی که دیگر جبریل هم دیگر نمی آید. فلما دفن، وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کرده شدند و صحابه ها از جنازه برگشتند، حضرت فاطمه به انس خطاب کردند. فاطمه بهترین انسان در روی دنیا هست که بزرگترین پدر را یعنی از دست داد. یگان بنده الله تعالی مثل فاطمه پدری بزرگ نداشت. دیگه برادران و خواهرانش بر وقت گذشته بودن در حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم، اونا در روز وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم اشتراک نداشتن. یگانه فاطمه دختری پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم از فرزندانشان زنده بودن. بنابراین وقتی که حضرت انس آمد، ببینید اینجا یک نکته است، نکته عجیب. فاطمه به انس خطاب میکند. برای چی به انس؟ به کی هم خطاب کند؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم پسر نداشتند. پسرهاشان قاسم، عبدالله، ابراهیم، اینا در ایام کودکیشان از دنیا گذشت. پسر ندارند. حضرت فاطمه به خدمتگار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت انس که روزی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه آمدن 10 ساله بودن، مادرش آورد و گفت که یا رسول الله این انس چه از همین روز اعتبارا خدمتگار شما هست تا روزی وفاتشون 10 سال خدمت بهترین خلق الله تعالی را اجرا کرد. و این روز وقتی که دفن کرده آمد، ببینید فاطمه به کی خطاب میکند؟ به انس میگن که یا انس اطابت انفسکم ان تحثوا التراب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. نفساتان خوش شد بر بالای پیامبر صلی الله علیه وسلم خاک پاشیدید؟ ها، نفساتان خوش شد که بر بالای پیامبر صلی الله علیه وسلم خاک پاشیدید؟ البته نفساشان خوش نشد، لیکن این سنت است. پیامبر صلی الله علیه وسلم امر کردن که وقتی که میت را به قبر میمونید دیگر مجبورید بر بالایش خاک پاشید. اینا به بالای پیامبر صلی الله علیه وسلم خاک پاشیدن. بنابراین حضرت فاطمه نوعی به حضرت انس خطاب میکردن. این دلالت به نزدیکی حضرت انس به پیامبر صلی الله علیه وسلم میکند که خود گویا پسری پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشد. از بین صحابه ها حضرت فاطمه انس را انتخاب کرده این سخن را گفتم. ولئن انقضت محن الدنیا بالموت فسيلاقي الخلق کربا قادما شدیدا علیهم. اگر مشقت های دنیا، مصیبت های دنیا، بلاهای دنیا با کندن جان و سپاریدن جان اگر به آخر رسد، مصیبت های دنیا، زود است که خلق باز مشقت، باز مصیبتی نوبتی را روز قیامت انتظار است. در صحیح مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که یجمع الله یوم القیامت الاولین والآخرین فی صعید واحد. الله تعالی روز قیامت اولین و آخرین را در یک بلندی جمع میکند. از حضرت آدم علیه السلام شروع تا آن آدمی که پیش از قیامت به دنیا آمد و قیامت قایم شد، همه انسانیت و جنها را در یک بلندی راست میماند. الان در دنیا 8 میلیارد آدم زندگی دارد. پیش از ما چقدر میلیاردها انسان ها از دنیا گذشتند، ولی بعد ما چقدر انسان ها به دنیا می آید. همه اینها را الله تعالی در یک بلندی میماند و آفتاب به آنها نزدیک می شود. ببینید آفتاب اگر کمتر تابستانی گرم شود، انسان برداشت مشقت گرمی آفتاب ندارد. آفتاب از ما 150 میلیون کیلومتر دور است. آن روز نزدیک می شود.
فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا یطیقون و ما لا یحتملون. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بر سری مردم یک غم، یک مشقت می آید که طاقت آن را برداشتی طاقت آن ندارند و آن وزنین را برداشت کرده نمیتوانند. بسیار مشقتی وزنین ما را در پیش انتظار است. بنابراین فالانسان فی بلاء و شدت حتی یضع قدمه فی الجنه. انسان در بلا، در مشقت است تا مادامی که اولین قدم خود را به بهشت نگذارد. ابراهیم تیمی رحمت الله علیه گفتند که ینبغی لمن لم یحزن ان یخاف ان یکون من اهل النار. آن آدمی که در این دنیا غمگین نمی شود، درد و مصیبت ندارد، اون آدم ترسد که مبادا باز اهل دوزخ نباشد. اما آدمی که غمگین میشد و خرسند شود. آدمی که غمگین نمیشد در این دنیا و ترسد که مبادا از اهل دوزخ نباشد. چون که اهل جنت گفتند که در سوره فاطر الله تعالی نقل میکند سخن آنها را و قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. اهل جنت وقتی که به جنت میدرآیند میگن که الحمدلله که غمگینی را از ما دور کرد. اما این گپ را اهل دوزخ نمیگویند. نسأل الله السلامت و العافیه. ببینید این سخن بسیار سخنی بزرگ است. هر کسی که در دنیا غمگین نمی شود باید ترسد که با اهل دوزخ نباشد. چون که اهل جنت وقتی که به جنت می درآیند میگن که الحمدلله که از غمگینی ها صاف شدیم. بلا این عنوان محبت الله تعالی است. این نشانه دوستداری الله تعالی است و این راه جنت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. بزرگی مکافات همراهی بزرگی بلا. بلا که بزرگ آمد بر سرتون وزنین آمد، اجرش هم بزرگ است. و این الله تعالی اذا احب قوما ابتلاهم. اگر الله تعالی یک قوم را دوست دارد آنها را به بلا گرفتار میکند. وقتی که به سرتون بلا آمد دانید که الله تعالی شما را دوست می‌دارد. الله تعالی قومی را به بلا گرفتار میکند که آنها را دوست می‌دارد. اگر کسی فمن رضی فله الرضا، کسی که به مصیبت الله تعالی داده، به بلایی که الله تعالی براش داد اگر راضی شود الله هم از او راضی میشد. و من سخط فله السخط، کسی که اگر غضب کنه الله هم از او غضب میکنه. حدیث ترمذی است، حدیث صحیح. مردم هوشیار و آگاه از قدیم الایام بلای و مصیبت ها را یک نوع عنایت الله سبحانه و تعالی بر خود میدانستند و عکسش را استدراج میدانستند. اگر بلا نبیاید، مصیبت نآید، همیشه نعمت ها پی هم آید، بعضی بزرگان دوستان الله تعالی میترسیدند که این استدراج نباشد. الله تعالی مرا هر روز نعمت را داده بی عذاب مرا بالاخره به هلاکت نرساند. چون که طبیعت آدمی این است که اگر بر سرش بلا نآید و همیشه نعمت آمده انگیرد از حدود آدمی میبراید. حتی در همین قضیه از عشقهای مجازی یا میشود گفت حقیقی قصه لیلی و مجنون را حکایت میکنند. وقتی که پدری لیلی جوابی رد داد به خواستگاری مجنون که نهایت عاشق شده بود به لیلی، بیمار می شود و این بیماری دردی بسیار وزنین است. این متعلق به قلب است نه به بدن. اون حضرت ابن حزم ظاهری از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نقل میکنند که عبدالله ابن عباس روز عرفه در وادی عرفات، در بهترین روز در داخلش ماه، در داخل سال، در داخل یک سال بهترین روز عرفه است.
و این هم باشد در وادی عرفات در حج بودن. یک بچه به نزدشان برداشته شد، آوردن مانند چوجه شده است. گفتن که ما بهی، به این چی شده است؟ گفتن که گرفتار عشق است. یعنی وقتی که عاشق شود و به مرادش نرسد، معشوقش را دریافت نکند، در غم او در علنگه عشق می سوزد. ببینید به چه حال گرفتار شد. بعد عبدالله ابن عباس روز دعا هست، روز بهترین روزی که دعا اجابت میشد. حتی بعضی علما میگن که از شب قدر دیده روز عرفه دعا تیسر قبول میشد. در آن روز تا بگاهی از عشق پناه طلب کردن. حبر الامه، مفسر قرآن، عالم امت، پسر عمک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، یک عالم در روز عرفات تا بگاهی از عشق پناه طلب کردن. این عشق بسیار دردی وزنین است. بنابراین وقتی که حضرت نقل میکنن که وقتی که مجنون دیگه بیمار شد و به نزد طبیب رفت، طبیب هم از عشق آنها با خبر بود. گفت تو بیمار نیستی. گفت چه خیلی بیمار نیستم، تو مگر یک مراتبه به حالت من نمیبینی، حالت مرا؟ بعد گفت که دوای تو شیر شتر است، رو به نزد لیلی و از دست او، یعنی که از شیر شترهای او بینوش. خلاصه مجنون به نزد لیلی می رود. لیلی پدرش یک مرد ثروتمند بود، شترهای زیاد داشت. روز به مردم شیر صدقه میکرد، خیر میکرد. که مجنون هم بر نوبت ایستاد و وقتی که نوبتش آمد کاسه خود را وقتی که دراز کرد، لیلی کاسه مجنون را بر زمین زد، شکست. نه فقط شیر داد بلکه کاسهش را هم بر زمین زد. بنابراین وقتی که بر میگشت، بعضی موی سفیدهایی که این منظره را دیدن نصیحت کردند مجنون را که مقصد از عشق این روی گردانو، یا دیگر جوان دختری را برای خودت انتخاب کن و زندگی کنین، دیگر جوان را انتخاب کرده است. گفته نصیحت کردن. ببینید مجنون از این حادثه چی برداشت کرد. اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرفی مرا بشکست لیلی؟ گفت اگر لیلی به من یگان میل نمی داشت، در قرارت قلبش نسبت من یگان عنایت نمی داشت، اهمیت نمی داشت، چرا ظرفی مرا بشکست لیلی؟ یعنی همین شکستنی ظرفی من این دلالت میکند که یک نوعی میل در قلب او نسبت من هست. در دیگر نسخه ها میگویند که او جوان دیگری را خوش کرده است، او به تو میل ندارد. میگوید گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا جام مرا بشکست لیلی؟ اگر به دیگران میل می داشت، چرا ظرفی مرا شکست؟ یعنی او به هیچ کسی میل نداشت. اگر برای من هم یگان نوعی میل نمی داشت، نسبت من هم محبت نمی داشت، قطار دیگر آدم ها به من هم یک شیر می داد، تمام بود. یعنی همین خیلی برداشت کرد. خلاصه در صحیح بخاری، امام بخاری یک کتاب دارن، کتاب المرضى، کتاب بیمارها، آیدی احکام بیمارها، حدیث ها روایت کردن. یک حدیثی از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت کردن که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که من یرید الله به خیرا یصب منه، به کسی الله تعالی نیکی را خواهد او را به درد گرفتار میکند. ببینید وقتی که به سرتون درد می آید، این دلالت میکند که الله تعالی برای شما نیکی را خواست است. چون در دیگر حدیث ترمذی که حدیث صحیح است میگویند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اراد الله بعبده الخیر عجل له العقوبة فی الدنیا، اگر الله تعالی به بنده اش نیکی را خواهد، عقوبت را در دنیا عاجلی میتید، یعنی تیزتر. به گناهایش در دنیا، به بعض گناهایش عاجلا، یعنی در دنیا جزا میتید. و اذا اراد الله بعبد الشر امسک عنه، اگر الله تعالی به بندش بدی را خواهد،
و گناهایش در دنیا جزا نمیدید حتی یوافی به یوم القیامه، تا اینکه روز قیامت پر را کرده جزایش را دهد. و از همین حدیث ها هم حضرت مولانا در مثنوی خود سبب گمراهی فرعون را از نآمدن بلای مصیبت معنی داد کردند. گفتند که داد مر فرعون را صد ملک و مال، تا بکرد او دعوی عز و جلال. الله تعالی تمام مال و ملک ها را براش داد، بالاخره او دعوای الوهیت کرد، دعوای پروردگاری کرد. انا ربکم الاعلی، من هستم پروردگاری بزرگ شما. فقط نعمت، فقط مال، ملک، قدرت، الله تعالی هر نوع مال و ملک وقتی که داد دعوای الهیت کرد. داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش درد و رنج و اندوهان. تمام مال و ملک را داد لیکن درد نداد، رنج نداد، اندوهان، غم و غصه نداد، مشکلی نداشت. در همه عمرش ندید او دردی سر، در تمام عمرش اقلا دردی سر نشده است. حتی بعضی مفسران میگن که پشه خاموشک هم فرعون را یگان مراتبه نگزیده است که معیده ترین درد چشد. در همه عمرش ندید او دردی سر، تا ننالد سوی حق آن بدگوهر. برای چی الله تعالی دردی سر نداد؟ تا اینکه ناله به سوی الله تعالی نکنند، دعا نکنند، توبه نکند، بازگشت نکند، تا اینکه جزایش را مکمل روز قیامت الله تعالی دهد. این البته خوب نیست وقتی که فقط نعمت آید، نیکی آید، خرسندی آید و بلای و مصیبت و مشقت نآید. بعد از آن حضرت گفتند که درد آمد بهتر از ملکی جهان، تا بخوانی من خدا را در نهان. وقتی که به سرت درد آمد، این از ملک جهان بهتر است، یا درد از ملک جهان بهتر است. برای چی؟ برای آنکه الله تعالی را دعا میکنی، استغفار میپرسی، بازگشت میکنی، خود را یک مراتبه تفتیش میکنی که چی گناهی کردی، کسی را اذیت دادی، به کسی ظلم کردی، کدام فرموده الله را اجرا نکردی، کدام گناهی را اجرا کردی. الله تعالی خودش مقصدی فرستادنش از بالا همین است. بنابراین در سوره مومنون میگوید که ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ما آنها را با عذابها گرفتار کردیم، آنها بازگشت به سوی الله تعالی نکردند، التجای زاری نکردند، تضرع نکردند، دعا نکردند، از الله تعالی خواهش نکردند. یعنی این مصیبت ها برایشون فایده نداد. اصلا مقصد الله تعالی وقتی که مصیبت را میفرستاند تا اینکه بنده برگردد. و معاویه ابن قره از پدرش روایت میکند که یک مرد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد. خوب گوش کنید برادران و خواهرانی که فرزندان نابالغ خود را از دست داده. چند روز پیش برادر التماس کرد که فرزند خردم را از دست دادم، یک دو کلمه بگویید که یک دلبرداری شود. یک زنی هم بسیار برای من شکایت می نویسد از دردی که از مرگ فرزندش می چشد. این سخن برای تمام برادران و خواهرانی که فرزندان طفلکان نابالغ خود را از دست دادید و برای غیر آنهایی که به بلاها گرفتار هستید، خوب به این حدیث و به ترجمه این حدیث گوش اندازید. یک مرد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد. این مرد یک پسری داشت، بسیار پسری دوسترو. این مرد با دوست داشتن این پسرش گرفتار بلا بود، یعنی همین خودش یک بلا بود. پسرش رو نهایت از حد زیاد دوست می داشت. بعد این دوستداریش رو پیامبر صلی الله علیه و سلم مشاهده کردن، به مجلسی پیامبر صلی الله علیه و سلم پشتاره کرده می آورد. این پیامبر صلی الله علیه و سلم مشاهده کردن، دیدن و گفتن که اتحبه، آیا این فرزندت را دوست می داری؟ فقال یا رسول الله احبك الله كما احبه. یا رسول الله، الله شما را دوست دارد چه خیلی که من این
پسرم را دوست می‌دارم. سبحان الله. حتی این محبتی که به پسرش داشت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم از الله تعالی تمنا داشت. حتی گمان نمی‌کرد که الله تعالی پیغمبرش را از او نسبت فرزندش دیده بالاتر دوست می‌دارد. ببینید آیا دوست می‌داری؟ گفته پرسیدم. گفت که یا رسول الله الله تعالی هم شما را همین خیلی که من این را دوست می‌دارم دوست دارد. ببینید چه خیلی دوست می‌دارد پسرش را. ففقده النبی صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگه اون مرد گم کردن، دیگه ندیدن. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که ما فعل ابن فلان، پسری فلانی چی شد؟ فلانی کجاست؟ این عادت را حضرت داشتن وقتی که یک صحابه را دیر باز نمی دیدن از حالتش پرسان می شدن. و درباره این حدیث ها فراوان است. در دیگر مجلس انشاءالله در این باره تفقدی پیامبر صلی الله علیه و سلم دوستانشان را بیان میکنیم. چه خیلی پیامبر صلی الله علیه و سلم کیها را کی فلانی کجاست فلانی کجاست گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم سراغ میکردن دوستان خود را. وقتی که پرسیدند قالوا یا رسول الله مات، یا رسول الله انا همون پسرش که بسیار دوست می داشت همون پسرش از دنیا گذشت، بنابراین او دیگه به کوچه نمی براید، او خانهش مبدل به غمخانه کرده است، همیشه گریان است، همیشه در غم و غصه آن فرزندش است. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال همراهی صحابگان کرام به تعزیه گویی به خانه اون صحابی رفتن و خلاصه وقتی که رفتن دلبرداری کردند، او را در این حالتی وزنین دیدن. بعد گفتن که اما تحب الا تأتی بابا من ابواب الجنه الا وجدته ينتظرك، مگر تو نمیخواهی دوست نمیداری که بر عوض این که الله تعالی این پسرت را گرفت بر عوضش روز قیامت وقتی که به هر دری جنت که رفتی 8 دری جنت هست، به کدام دری جنت که رفتی پسرت را در آنجا منتظری تو میابی. به عوض این که الله تعالی پسرت را امروز بر وقت گرفت، تو راضی نیستی که روز قیامت او را در درهای جنت میابی، او منتظری تو میستد، همراه وارد بهشت میشوی. بعد گفت که یا رسول الله علی خاصه، یا رسول الله این خاص برای من است عملی کلینا، یا برای تمام مسلمانایی که فرزندای خردسال خود از دست دادن، یعنی این مکافات فقط برای من است یا برای همه؟ قال بل لکلکم، این برای همه شما هست. گفتن ببینید شاهد برای ما همینجا هست، بل لکلکم، این مصیبت برای همه، این مکافات برای هر یک شخصانی که به مصیبت موت فرزند گرفتار شدن. روایت نسائی و امام احمد، این لفظ امام احمد بود، امام نسائی هم در سنن با سند صحیح روایت کردن، شیخ ناصر الدین البانی هم این حدیث را صحیح گفتن. حضرت مولوی جنونی یا داملای تاجیک که 200 سال پیشتر در تاجیکستان زندگی میکردن همین حدیث را با مجموع طرقش و با شرحش در کتاب معدن الحال خود به یک نظم کشیدن و عنوان این نظم خود را هم واقعی مردن شیرین پسر صحابه و رفتن آن حضرت نامگذاری کردن. یعنی همین حدیث را به ما و شما به اسلوب شعر با تمام روایتش و با شرحهایش نقل کردن که برای شما این را میخوانم تا اینکه یک دلبرداری برای تمام آنهایی که فرزندان خود را از دست دادند برای شما یک تسلیت باشد. حضرت میگن یکی اصحاب بود از قوم انصار، پسر او داشت چون طوطی به گفتار. این صحابه از قوم انصار بود، یعنی مدینگی بود. یک پسر داشت میگویم مانند طوطی خوش چقچق، به دوش خود گرفته دائمان یار، رسیدی بر طواف شاه ابرار. همیشه این پدر، این صحابه پسر خود را به پشت خود پشتاره کرده میگشت است، همیشه هم نفس هم نشست، از خودش دور نمی کرده است. حتی
رسیدی بر طواف شاهی ابرار به نزد زیارت شاهی ابرار. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم رو چگونه وصف کردن. شاهی نیکوکاران یعنی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزد مجلس پیامبر صلی الله علیه و سلم هم می بردن. زیباد مرگ آن غنچه خزان شد، پدر از حسرت او در فغان شد. ناگهان عجلش که رسید، یعنی عمر این فرزند کوتاه بود است، از دنیا گذشت. پدر دیگر از حسرت این کودک در فغان شد. ز غم یعقوبش در بیت الاحزان، که شد در کلبه اندوه پنهان. مانند حضرت یعقوب علیه السلام که حضرت یوسف را گم کرده بودند و همیشه گریه می کردند، خانه اش را، کلبه اش را مبدل به غم خانه کرد. گریه می کرد، در خانه اش می نشست، به کوچه نمی برآمد. به ناگاه سراغش کرد حضرت، ز روی کثرت و مهر و محبت. ناگاه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سراغ کردن فلانی کجاست؟ گفته وقتی که پرسیدن ز یک یار بپرسید معدنی نور، ز یک یار بپرسید معدنی نور. از یکی از صحابه ها معدنی نور، کانی نور میگفت پیامبر صلی الله علیه و سلم. ز یک یار بپرسید معدنی نور، چرا شد آن فلانی از نظر دور؟ او فلانی برای چی از نظر دور شد؟ نمی بیند، نمی نماید. بگفت او واقعی مرگ و مصیبت. این صحابه نقل کرد که به سرش مصیبت آمد. یا رسول الله، فرزند اون دوست روی و اون فرزند جگربندش از دنیا گذشت. بگفت او واقعی مرگ و مصیبت، روان شد سوی او فی الحال حضرت. در حال جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزد آن صحابه رفتند. ببینید برای تعزیه رفتند. واقعا اگر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانه شخصی که به مصیبت گرفتار است به تعزیه آیند، سخنهای بهترین را در این دنیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند، هم به شخصی مصاب، به شخصی که به بلا گرفتار شده، هم به غیری. بهترین سخن را از مخلوقات این پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند. غیر از این تعزیه که حالا میگویند، همین از دری شما اگر به سرتان مصیبت رسیده باشد و از دری خانوادنتان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر برای تعزیه، برای تسلی، برای دلبرداری اگر وارد چنین خودش تعزیه هست. روان شد سوی او فی الحال حضرت، بدیدش در غم و اندوه غرقاب. روان از دیده پر حسرتش آب. وقتی که دیدند که در مصیبت گرفتار، از چشمش آب فراوان، چو دیدش مصطفی بسیار غمناک. ز حسرتها گریبان و دلش چاک، بفرمودش به لطف و مهربانی، چرا غم میخوری تو ای فلانی؟ دلبرداری کردن، برای چی غم میخوری؟ برای چی مصیبت میکشی؟ گفته یعنی که اون حدیثی که در بالا آمد بیان کردن که این کودکت فردا روز قیامت برای تو شفاعت میکند. بنابراین گفتن که بکن شادی که در روز قیامت تو شادی کن، خرسند شو به مرگ فرزندت که روز قیامت تو را او بیگناه سازد شفاعت. بکن شادی که در روز قیامت تو را او بیگناه سازد شفاعت. تو امروز خرسند شو که اون کودک بیگناه روز قیامت تو را شفاعت میکند، او روز بکار می آید. بگوید روز محشر حی قیوم به آن کودک که رو ای طفل معصوم. روز قیامت الله تعالی با آن کودک میگه که ای طفل معصوم، ای طفلی که حالی گناه نکردی، درا در جنت الفردوس، درا در جنت المأوا خرامان، ز دنیا آمدی به جرم و عصیان. رو به جنت درا. به کودک خدا میگه به جنت درا، چون که تو از دنیا بیگناه، بی جرم و عصیان به نزد ما آمدی. بگوید کودک ای خلاق داور،
به دنیایم پدر بودی و مادر، کشیدی مهنتم آن دو جگر ریش، به امیدی که بینم راحت بیش. بعد کودک به الله تعالی خطاب میکرده است، میگوید که پروردگارا، اون پدر و مادرم بودن در دنیا، مرا به امید به وایه رسانیدن، مرا به امید کلام کردن و من مهربانی کردم تا اینکه من روزی به آنها خدمتی کنم، دستگیری کنم در دنیا، با امیدی که بینم راحت بیش. مرا کشتی ز من گشتن محروم، نکرده خدمتی ایشان شدم گم. تو مرا بر وقت جانم را گرفتی، من خدمتی پدر و مادر نکرده از نظر آنها غایب شدم. جگرهاشان ز مرگم شد دو پاره، ولی در حکم سبحانی چی چاره. ببینید، جگرهاشان ز مرگم شد دو پاره، وقتی که من وفات کردم آنها از گریه جگرهاشان به دو تقسیم شد، ولی از حکم سبحانی چی چاره. وقتی که الله تعالی حکمی را خواست، چخیلی که در مسندی در مستدرک حاکم آمده است، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله تعالی خطاب کرده گفتند که عدل فی قضاءک، حکم تو در بالای من عدالت است. ای الله، وقتی که بر سری من مصیبت میفرستانی، بلا میفرستانی، یک دوست داشته مرا از دستم میگیری، مالی مرا میگیری، منصبی مرا میگیری، خانه مرا میگیری، عدل فی قضاءک، حکم تو در بالای من عدالت است. تو ظلم نمی کنی. الخیر کله فی یدیک، نیکی همش در جانب تو است، در دست تو است. و شر لیس الیک، بدی از تو نیست. این است اعتقاد مسلمان. بنابراین میگوید که جگرهاشان ز مرگم شد دو پاره، ولی در حکم سبحانی چی چاره. الله تعالی که حکم کرد ما باید راضی شویم، چاره نداریم دیگر. مرا گر میکنی خشنود شاه، به من کن آن دو را امروز همراه. ای الله، اگر تو خواهی که من خرسند شوم، امروز مرا تنها به جنت نفرستان، بلکه به من کن آن دو را امروز همراه. پدر و مادرم را همراهی من، این شفاعت است، همراهی من به جنت بفرست. روم همراهی آن هر دو جگرسوز، کنم فرزندی آن هر دو امروز. اقلا امروز من حق فرزند به جا آورم. در دنیا نتانستم، لیکن امروز اگر شفاعت کنم و آنها به طفیل من، به سبب من، به سبب شفاعت من اگر وارد بهشت شوند، کنم فرزندی آن هر دو امروز. امروز من یعنی میتوانم گمان کرد که فرزندی آنها را به جا آوردم. که تا گردد حلالم شیر ایشان، بکن یا رب مرا دستگیر ایشان. تا اینکه شیر آنها برای من حلال باشد، امروز ای الله مرا دستگیر کن، مرا دستگیری کن، این اجابت کن خواهش مرا تا اینکه من آنها دستگیری کنم. نباشد گر به هم آن هر دو دل ریش، به جنت کی گذارم مقدمی خیش. اونها اگر به جنت روند من نروند، من نمیروم، قدم خود را نمیگذارم. به هر جا که بود آن سینه چاکان، مرا هم کن الهی همراهی آن. منو هم هر کجایی که پدر و مادرم باشه، مرا هم همانجا گردانه الله. شود فرمان از لطف ذات الله، که سازد والدینش زود همراه. از الله تعالی فرمان می آمد است که والدین این کودکم همراهش کنید. بدون در این هر یک پدر و مادری که فرزندان خود را از دست دادید، انشاءالله روز قیامت فرزند شما را شفاعت میکند. بنابراین صبر به مصیبت کنید و طبق فرموده شریعت در حالت مصیبت چی باید کرد آن را اجرا کنید. بنابراین حضرت در آخرش نصیحت کرده میگویند که سازد والدینش زود همراه، شود کودک ز لطفی ما سرفراز، پدر با مادرش گردیده همراز. روند سوی بهشت خشنود و خرسند، یعنی آنها یک جایه به بهشت میروند به سبب شفاعت فرزندشان. برای آن شفاعت های فرزند، به سبب شفاعت فرزند بمیرد گرز هر کس طفل و کودک، شود زنده به روز حشر بشک. اگر از کسی طفلش از دنیا بر وقت گذرد، داند که فردا روز قیامت این
برای او باز زنده میشد. آخر امروز که مرد فردا باز زنده میشد. بگردد اجر و زخری آخرت او، بگردد اجر و زخری آخرت او، ذخیره آخرت و اجر و ثواب میشد اون فرزند. مخور غم از بری مرگش مکن مو. وقتی که فرزندت از دنیا میگذرد برای مرگ فرزندت غم مخور، مو مکن. مخور غم از بری مرگش مکن مو، بکن دفنش چو دانه کیش در خاک. مانند آن خاکی که در صحرا در زمین کیشت میکنی، فرزندت را برده به خاک سپار، به قبرستان سپار. چه خیلی که دهقان دانه مرگ را زیر خاک میکنه، دانه برای گرفتن حاصل زیاد. مانند دانه فکر کن. دانه مالی دهقان است، اون زیر خاک میکند، از بهرش میبراید موقتا تا اینکه حاصل زیادتر گیرد. بکن دفنش چو دانه کیش در خاک، دهد فردا حصولش الله پاک. امروز اگر این همچون دانه به خاک سپاری، فردا انشاءالله حاصلش را میگیری. به اندوه و مصیبت ها کنی صبر، به شرطی که نکن. به اندوه و مصیبت ها کنی صبر، برآید عاقبت چون شمس از ابر. عاقبت بعد اینکه ابر میگذرد باز آفتاب میبراید. یعنی این مصیبت های دنیا، این بلای و مشکلی های مصیبت های دنیا برادران عزیز مانند ابری گذر است. ابر که آمد پیش آفتاب را میگیرد، از گرمیش از روشناییش محروم میشوید، تعبتان خیره، تاریکی به شما فرا میرسد. لیکن همین که ابر گذشت برآید عاقبت چون شمس از ابر. مانند خورشید از بعد گذشتن ابری گذر باب میبراید، همین گونه فرزندتان فردا باز در دری جنت فرزند خود را وام میخورید. بنابراین غمگین مشوید به مصیبت های دنیا. در صحیح بخاری و مسلم از حدیث ابو هریره راوی اسلام آمده است که گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین خبر دادند: ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. متفق علیه. هر مصیبتی که بر مسلمان میرسد، هر بلایی که به شخص مسلمان میرسد، خواه از مشقت باشد، همین یک کار کردید و خسته شدید، بیفره شدید، همین هم اجر است. وصب بیماری، غم، غصه، غمگینی به گذشته، غم و غصه آینده، همش غم است. و اذیت، یک کس در حقتان غیبت میکند، تهمت میکند، غم، آن تاریکی که در قلبتان هست، غم و غصه، حتی یک خاری که به پایتان میدراید، حتی یک ضریبه، میده ترین خاری که به جسمتان میدراید، مگر الله تعالی به سبب این کفاره گناه میکند. الله تعالی گناهتان را میبخشد به سبب این. و این گرفتاری، مصیبت راه پیغمبران است. این فقط برای ما نیست، از ما پیشتر بزرگان، پیغمبرها از همه پیشتر گرفتاری بلاهای و مصیبت ها شده بودند. از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه آمده است که میگن که گفتم یا رسول الله ای الناس اشد بلاء، یا رسول الله پربلاترین مردم کی است؟ از همه کی بسیارتر بلا میبیند، عذاب و مشقت و مصیبت میبیند یا رسول الله؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن الانبیاء، پیغمبرها. گفتن ثم الصالحون، سپس شخصان صالح، آنهایی که از گناه دور در اطاعت الله تعالی مشغول هستند. ثم الامثل فالامثل، ثانی صالحتر و صالحتر. یبتل الرجل على حسب دینه، هر یک مرد به قدر دینش به بلا گرفتار میشد. فإن كان في دینه صلابة زید فیه، اگر
زید فی بلایی، اگر یا مرد ایمانش زیادتر باشد، دینداریش زیادتر باشد، بلاش هم زیادتر باشد. اگر یک مرد در دینش رقت باشد و این کان فی دینی خفتون، رقتون سبوکی، دینش کمتر دیندارتر باشد، ایمانش ضعیفتر باشد، خفف عنه، از آن او سبوک میشد، بلای او سبوکتر میشد. ولا یزال البلاء بالمؤمن حتی یمشی علی الارض وليس علیه خطیئه. همیشه بلا بر سر مومن آمدن میگیرد حتی روزی میرسد که در دنیا راه میگردد، در بالای زمین راه میگردد و در او یک خطاگی نیست، یعنی از گناه ها پاک میشد. حضرت اسماعیل حقی در تفسیر روح البیان میگویند جهان جای راحت نشد ای فتا، شدند انبیا اولیا مبتلا. این جهان جای راحت نشد به یگان کس، اگر میشد به پیغمبرها میشد، به اولیاها میشد، به دوستان الله تعالی. شدند انبیا اولیا مبتلا، پیغمبرها، اولیاها، علما گرفتار بلا شدند. حضرت یعقوب علیه السلام محبوب ترین فرزند خود را، حضرت یوسف را از دست دادند، بعد از آن دادرش را، بعد از آن یک برادری کلانیش را. همیشه گریه میکردند، حتی آبی چشمشان خشک شد و سیاهی چشم را از دست دادن، چشمشان سفید و نابینا شد. و تولى عنهم و قال یا اسف علی یوسف و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. از گریه چشمشان نابینا شد، سفید شد و غم خود را فرو می بردند، شکایت خود را به الله سبحانه و تعالی می کردند. بالاخره حضرت یوسف بر بالای تحت پادشاهی ایشان را بالا کرد. و از همه در این دنیا بلای و مصیبت ها را، وزنین ترینش را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم کشیدند. به دنیا یتیم تولد شده، حالا به دنیا نآمده، الکی مصیبت برایشان آماده بود. پدرشان در حالتی که در شکم مادر 2 ماهه بودن از دنیا رفت، ندیدن پدر را. مصیبت کمی نگذشته، دیری نگذشته مادرشان هم از دنیا گذشت. در آغوش مادر بابایه نرسیدن، بابایشان گذشت بدی کمتری. و همین گونه در راه دعوت به سوی الله تعالی 2 شخصی با آبرو، یکی پشتبان اسلام، پشتبان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو طالب از دنیا گذشت. بر بالای اینکه از دنیا گذشت، بیدین از دنیا گذشت، یه مصیبتی وزنین، 2 مصیبتی وزنین بود، هم مرگش، هم از دنیا به ایمان رفتنش. و بر بالای این حضرت خدیجه، تسلی گوینده پیغمبر صلی الله علیه وسلم، به عقل ترین زن دنیا، بزرگترین زن دنیا، همسرشان هم در مدت 3 روز با همراهی عمکشان از دنیا گذشت. در یکی از ناحیه های مکه 3 سال حبس شدن همراهی قومشان، از دعوت خود باز نایستادند. مسخره کردند، سحرگر گفتند، جادوگر گفتند، دروغچی گفتند، شاعر گفتند، دیوانه گفتند. از شهر مکه بیرون کردند. وظیفه خود، پیغمبری خود را در دیگر شهر به اتمام رسیدند. در آبروشان تهمت کردند حضرت عایشه را. و 6 فرزندانشان در طول حیاتشان از دنیا گذشت. 6 فرزند را با دست به خاک سپاریدند. قومشان اذیت میداد، حتی به طعامشان زهر گذاشتند، سحر کردند. این دین مقدس اسلام برای ما به آسانی رسیده نآمد، مگرم بعدی سپری کردن عذابها و مشقتها از جانب پیغمبر و از جانب وارثان پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ما رسیده آمد. وقتی که وحی می آمد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسیار عذاب و مشقت می کشیدند. وقتی که وحی می آمد، سری خود را خم می کردند از وزنینی وحی. و از پیشانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در زمستان خنک در شب عرق فوار میزد وقتی نزول وحی. حضرت عباده بن صامت میگوید که کان اذا انزل علیه الوحی کرب، وقتی که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وحی می اومد مشقت میکشیدند و تربد وجهه، رویشون تغییر میافت. در صحیح مسلم
حضرت عبدالله ابن مسعود میگن که دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یوعک، به نزد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در آمدم وقتی که بیمار بودن، ایشان طبل عرضه داشتن. در روایت مسلم آمده است که فمسسته بیدی، با دستم به پیشانه ایشان گذاشتم. فقلت یا رسول الله انک لتوعک وعکا شدیدا، یا رسول الله شما بسیار طبل عرضه سخت دارید، طبل عرضتان وزنین است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اجل انی اوعک کما یوعک الرجلان منکم، آره من درد دو مرد شما رو میچشم، من حرارت دو مرد رو میچشم. گفتم فقلت ذلك ان لك اجرین یا رسول الله، گفتم یا رسول الله این به خاطر آن است که شما دو مراتب اجر و ثواب میگیرید یا رسول الله؟ قال اجل، گفتن آره. بعد از آن گفتن که ما من مسلم یصیبه اذى من مرض فما سوى الا حط الله به سیئاته کما تحط شجره ورقها. بعد از آن گفتن که هر مسلمانی که به سرش اذیت میبیاید، بیماری میبیاید یا هر چیزی که از ناخوش کننده ها میآید، مگر الله تعالی گناه او را میریزاند چه خیلی که از درخت برگش میریزد. و واقعا چه خیلی که میبینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم با این مشقت، با این بلا، با این مصیبت ها از این عالم رحلت کردن. همین گونه بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم علما، اولیاء، وارثان پیغمبر صلی الله علیه و سلم علل خصوص در راه خدمت به این دین مقدس اسلام بلاهای زیاد، تهمتها، زندانها، ضربها، کشتنها، انواع بلای و مصیبت ها را چشیده در این راه جان خود را سپاریدند. این گونه شخص ها را بعضی علما مرد امتحان میگوید، از سبب اینکه حیاتش پر از امتحان و بلا هست. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شدن که گفتن که پربلاترین انسان ها این پیغمبرها، سپس بعدی پیغمبرها یعنی صالح ها. گفتند حضرت محمد اقبال لاهوری میگویند که نپنداری که مرد امتحان مرد، نمیرد گرچه زیر آسمان مرد. تو را شایان چنین مرگ است ورنه ز هر نوعی که خواهی میتوان مرد. یعنی آنهایی که در راه خدمت به این دین مقدس اسلام به بلاها گرفتار شدند، به مصیبت ها گرفتار شدند، تو آنها را گمان نکن که آنها مردند. نپنداری که مرد امتحان مرد، نمیرد گرچه زیر آسمان مرد. آنها با هر مصیبت اگر مرده باشند آنها زنده هستند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در زندان در راه پرهیزگاری از روی تقوای و پرهیزگاریشان که وظیفه قاضیگی را قبول نکردند زندان شدند و در زندان وفات کردند. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در قلعه دمشق در زندان از دنیا گذشتند. آنها گذشتند ولی آنها در بین ما امروز زنده هستند. بنابراین حضرت میگویند که نپنداری که مرد امتحان مرد، نمیرد گرچه زیر آسمان مرد. تو را شایان چنین مرگ است، در همین راه وفات کن. برای تو می ارزد، شایان است که در همین راه خدمت به این دین مقدس اسلام وفات کنی. تو را شایان چنین مرگ است ورنه ز هر نوعی که خواهی میتوان مرد. یا ماشین میزند میموری، از یه بلندی میافتی میموری. مردن امروز آسان شده است، به هر نوعی که خواهی میتوان مرد. لیکن بهترین راهی که جانت را میسپاری در راه خدمت این دین مقدس اسلام سپار. خلاصه برادرای عزیز، وقتی که بر سری بنده مصیبت می آید، بنده باید صبر کند. این واجب است. صبر کردن فرض است، حتمی است. صبر کردن یعنی خودداری کردن. وقتی که پسری پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت، آبی چشمشان جاری شد. صحابه حیران شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از ناله و فیغان و دادگویی و روکنی و موکنی من میکردن، خودشون گریه دارن. این چی است یا رسول الله؟ حیران شدن. گفتن که این رحمت است.
مهربانی است که الله در قلب مهربانهای از بندگانش گذاشته است. یعنی گریه کردن هیچ باکی ندارد. ان العین لتدمع، چشمها آبی دیده میبرارد. و این القلب لیحزن، قلب غمگین میشود. و این لفراقک یا ابراهیم لمحزونون، ای ابراهیم برای فرزندشان وقتی که وفات کرد ما به مرگ تو غمگین هستیم. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن فقط یک سخنی را میگوییم که پروردگارمون رو راضی کند. سخنی که غضب الله تعالی رو میارد نمیکنیم. این صبر است. از این دیده بالاتر رضا هست. رضا، راضی شدن به تقدیر الله تعالی، راضی شدن به خواست الله تعالی، این درجه بالاتر است. اجر صبر به حساب و کتاب است. الله تعالی میگوید که و ارض الله واسع، زمین الله تعالی وسیع است. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کننده ها در مصیبت اجر آنها به حساب داده میشد و مکمل پوره داده میشد، باز به حساب. کسی که صبر میکند. یک چیز را خوب دانید که اختیار الله تعالی برای شما بهتر از اختیار خودتان. شما فکر کنید که همین مصیبتی که امروز به سرتان آمد، این خواهش الله تعالی است. الله تعالی همینه برای شما خواست است. خواهش الله تعالی از خواهش شما دیده اولاتر است. اینه پیش گیرید، در این ظفر هست. بنابراین الله تعالی که ورضوان من الله اکبر، راضی الله تعالی از همه بزرگترین نعمت است. ذلك هو الفوز العظیم. این یک ظفری، کامیابی بزرگ است و این راضی شدن مستحب است. یعنی مرتبهش بالاتر از صبر است. صبر که به همه حتمی است، لیکن اگر کسی راضی شد و راحت میکند، میگه که الله تعالی این مصیبت را به من فرستانیده است، الله تعالی راضی باشد منم راضی، الله تعالی از او راضی میشد. بنابراین شاعر میگه رضا دادن به حکم حق تعالی، زی مجموع مقامات است بالا. راضی شدن به حکم الله تعالی بسیار مرتبه بلند است در دین. و الله تعالی به بنده ها وعده فرج داده است، وعده کشایش داده است. برادران عزیز، باز یک خوشخبری دیگر. الله تعالی وقتی که وعده میدهد خلاف نمیکند. ان الله لا یخلف المیعاد. الله تعالی به وعدش خلاف نمیکند. الله تعالی وعده داده است که بعد مشقت، بعد وزنینی کشایش میدهد. هر وقتا که مشقت زیاد شود، کشایش نمایان میشود. گمانی نیک کردن به الله تعالی واجب است. گمانی نیک کنید که زود است که مصیبت ها از شما میرود. این از زیبایی اعتقاد شما است. الله تعالی میگوید که فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا در سوره شرح. همراهی دشواری آسانی است. البته همراهی دشواری آسانی است، تاکید کرد 2 مراتبه. و در سوره طلاق الله تعالی مراتبه دیگر خوش خبر داد. ببینید الله تعالی دشواری را در قرآن کریم همسایه آسانی ذکر کرده است. سیجعل الله بعد عسر یسرا. زود است که الله تعالی بعد دشواری آسانی را میدهد. بعد دشواری آسانی را میدهد گفت. دشواری، مشقت، بلا، مصیبت را با آسانی همسایه ذکر کرد در قرآن. بنابراین یک خوشخبری دیگر است که انشاءالله وعده پروردگار است برای آنهایی که به بلاها و مصیبتها صبر میکنند. زود است که الله تعالی غم و غصه آنها را میرواند. و برادران عزیز، علامه ابن القیم در کتاب طب پیغمبر، طب نبوی، یک عباره را آوردن: من کل شیء اذا ضیعته عوض وليس من الله ان ضیعته عوض. هر چیزی که گم کردی عوض دارد غیر الله تعالی. حتی اگر پدر مادر را گم کرده باشد او عوض دارد. الله تعالی میتواند جای آنها را گیرد، میتواند به جای آنها عوض شود. وليس من الله ان ضیعته عوض. لیکن اگر الله تعالی را گم کنی عوض ندارد. بنابراین از همه مصیبت وزنین در این دنیا مصیبت در دین است. و کل مصیبت فی غیر الدین عافیه. علما میگن که هر مصیبت در غیر دین این عافیت است. مصیبت های دنیوی را میتوانید مصیبت حساب نکنید، این عافیت حساب کنید.
و المصلوب من صلب دینه. در یک حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه مصلوب اون کسی که از او گرفته شده است نعمت، مصلوب اون شخصی که دینش گرفته شده است، کافر شده است. نسأل الله سلامت و العافیه. و المحروم من حرم دینه، محروم اون شخصی که دینش را از دست داده است. از همه بزرگترین مصیبت در این دنیا این است که بنده از دنیا بی ایمان رود. نسأل الله سلامت و العافیه. دیگر نه دوا دارد نه چاره دارد، ابدی در آتش دوزخ می سوزد. بنابراین از این دیده دیگر مصیبتی وزنی نیست. الله تعالی از دینش گمراه نگرداند. ای مسلمان ها، برادران و خواهران عزیز، لا شافی الا الله، شفا دهنده نیست غیر الله تعالی. لا رافع للبلوى سواه، بلا را از سر شما دور کننده نیست غیر الله تعالی. و محنت، بلا، مصیبت وقتی که شدت یابد، لا فارج لها الا الله، کشایش دهنده نیست غیر الله تعالی. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر بر سرت ضرر آید، ضرر را کشاینده نیست غیر الله تعالی. و این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر، اگر بر سرت نیکی آید الله تعالی بر همه کار قادر است. در سوره انعام. برادران عزیز، این بود بعضی از پند و نصیحت ها بر آنهایی که گرفتار بلاها و مصیبت ها هستند. انشاءالله در صحبت نوبتی علاج این مصیبت ها، علاج این درد ها و علاج این مشکل ها را از نگاه شریعت، از قرآن و سنت که واقعا طبیب روح و طبیب قلب و طبیب بدن این جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و به هر یک درد دوا را گفتند که الله تعالی نازل کرده است. ان شاء الله در صحبت های آینده برای شما بیان میکنیم. الله سبحانه و تعالی گناه های ما، شما، گناه های جمله مسلمین دنیا و گذشتگان ما را مغفرت نماید. الله تعالی این بلاها و مصیبت هایی که بر سر کل مسلمین دنیا آمده است، این بلاها را عوض نیک و اجر عظیم دهد. الله سبحانه و تعالی هر چیز زودتر از بالای مسلمان ها مشقت ها و بلاها را دور گرداند. الله سبحانه و تعالی برای هر یکی ما شما علمی نافع و عمل صالح را نصیب روزی گرداند. در این دنیا مسلمان حقیقی واقعی زیستن و از این دنیا مسلمان حقیقی وفات کردن را نصیب روزی گرداند. والله اعلم و صلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها
الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله أكبر.